تو زمان اشتباه، تو مکان اشتباهی بود. شب 20 جون سال 2018 یه پسر 15 ساله به نام لساندرو گازمنفلیز داشت میرفت سمت خونه دوستش. حوالی ساعت 11:30 میرسه به منطقه ادمز پلیس، جایی که به خاطر فعالیت گروه‌های خلافکارش به شدت بدنامه. به دوستش پیام میده که هی من تو راهمو دارم میام پیشت، اما دوستش میگه نیا، اینجا امن نیست. لساندرو هم میگه اوکی، برمیگرده و راه میفته سمت خونه خودش. تو دوربینای امنیتی میشه دید که 4 تا ماشین پر از آدمای خلاف منطقه از کنار لساندرو رد میشن و شروع میکنن به داد زدن. تو یه نقطه لساندرو که وحشت کرده میدوه توی یه مغازه و اون آدما چاقو به دست از ماشین پیاده میشن، میرن از مغازه میکشنش بیرون و عملا تیکه پارش میکنن. بعد رفتنشون لساندرو 15 ساله سر تا پا خونی از جاش بلند میشه که خودشو برسونه بیمارستان. موفقم میشه، اما درست جلوی در بیمارستان میفته و به خاطر خونریزی زیاد جونشو از دست میده. بعد از مرگش رئیس اون باند خلاف یه پست تو فضای مجازی میذاره که بگه تمام اینا یه سوء تفاهم بوده. ظاهرا چند روز قبلش یه نفر به برادرزاده یکی از اعضاشون بی احترامی کرده بود و اون یه نفر شبیه لساندرو بود، یعنی در واقع اشتباه گرفتنش. 5 نفری که مسئول مرگش بودن نهایتاً همشون به حبس ابد محکوم شدن و فقط میشه گفت که لساندرو